سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای برنامه اخبار آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت رسا 4 بعد از ظهر به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر میشد و ثبتش را هم میتوانید ببینید. دوستان عزیز، قبل از تقدیم سرخط ها توجه کنید به یک اعلان. شروع از دیروز اروپا به وقت تابستانه گذشت، یعنی به همین ترتیب برنامه های ما در تاجیکستان و مسکو 1 ساعت پیشتر آغاز می شوند. در دوشنبه ساعت 4 و در مسکو ساعت 2 بعد از نصف روزی. اکنون برمیگردیم به سرخط موضوعهای مهم امروز. در شورای دوشنبه چناق کوپار عظیم لغزیده و حرکت در این راه را برای چند لحظه باز داشته است. شرکت مسئول نگاه بین این شهر ایرس خبر داد که حادثه شام 29 مارس به عمل آمده یک ماشین حامل گاز زیر کوهپاره مانده است. منبع میگوید که ماشین باربر آسیب جدی دیده است. خوشبختانه حادثه تلفات جانی در پی نداشته است. ایرس میگوید که کارمندان این شرکت در هماهنگی با کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده پیامدهای آن را رفع نمودند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه با نشر یک اطلاعیه درباره مرگ دلاورشاه شامیروف ساکن 27 ساله ناحیه رودکی تفصیلات داده است. به قول منبع در رابطه به این قضیه همچون گمانبر عبدالمومن خلیلوف 31 ساله همکار خود دلاورشاه شامیروف بازداشت شده است. گفته میشد شب 22 مارس در اساس غرضهای پیشکی و با مقصد قصاصگیری هر دو در کوچه عینی ناحیه شاه منصور مناقشه نموده. فرد گمانبر با مشت یک ضربه به قسمت راست گوش دلاورشاه شامیروف زده است که در نتیجه او به زمین افتاده به هلاکت میرسد. عایده سبب به هلاکت رسیدن شامیروف یک قطار تشخیص‌های علاوگی تعیین کرده شده است. یادآور میشم جسد شامیروف را تقریبا هفته پیش یافتند. مقامات در اول گفتند او به سبب سکته مغزی فوتیده است، اما دیرتر بعدی شکایت پیماندان اعلان کردند که او بر اثر لطوکوب جان باخته است. فردا تعطیلی تابستانه مکتب‌های تحصیلات عمومی یعنی مکتب‌های میانه تاجیکستان به پایان میرسد. در پس منظر خبرها در مورد کرونا ویروس والدین میگویند از فرستادن فرزندانشان به مکتب هراس دارند. آیا مقامات تاجیک در برنامه تعلیمی دیگرگونی در نظر دارند یا نه و چه چاره‌های پیشگیری از ویروس کووید 19 در مکتب‌ها اندیشیده می شود؟ بعد 3 ساعت دیگر معلومات خواهیم داد و با هم تماشا می‌کنیم. 1 اپریل موسم دعوت جوانان به ارتش شروع می شود و با احتمال زیاد نوسکران با نقاب‌های طبی به خدمت خواهند رفت. برای پیشگیری از گسترش بیماری کرونا ویروس کارخانه دوزندگی تاجیکستان فرمایش گرفته است که برای ارتش 10,000 نقاب طبی آماده کند. متایی که برای دوختن نقاب از آن استفاده میبرند محصولات پختگین استحصال پاکستان بوده است. گزارش خواهیم داشت امروز در این باره در برنامه خبری پخش خواهد شد. و اگر تا آخر برنامه خبری ما را تماشا کنید خواهید دید که چگونه در یک دهات دوردست ولایت بنگال غربی هندوستان مهاجران برگشته از شهرها کرانتین 14 روزه را در بالای درختان میگذرانند. و بینندگان ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید. خدا نگهبان شما.